حالا شما 21 گفتین، ولی من خودم وقتی که دیدم حدس که زدم 19 ساله گفتم. ولی خب خیلی جالب بود. خیلی باید تعمق کرد در این که چرا مشکلات ها و بدبختی هایی که ما میبینیم، یعنی اصلا باور نمیشه که من وقتی که 19 گفتم اصلا گفت من الان 22 ساله که من استاد دانشگاه هستم. خب گفتم خب پس شما الان سال چند ساله؟ گفت ما 55 ساله ایم. من یکی از دخترام گفت امین روزا میاد اینجا تحقیقات علمی داره، یعنی پایان نامه دکترایش اینجا باید تحقیق کنه، چون آماده میکنه برای امور رساله دفاعی دکترا که میخواد بگیره، فارغ تحصیلات دکترایشون میاد اینجا. الان فکرشو بکن که یکی از دختراش الان فوق دکتراش الان میگیره، 20 ساله که تدریس کرده. خب در دانشگاه، استاد دانشگاه. خب من میگفتم خب حداقل تو 20 سال استاد دانشگاه هستی، حداقل یک کمی قیافه بگیری. کمی میگی که قیافه نداره، که خیلی یک چیز طبیعی نرماله اصلا. میگم خب حالا پس برای کشور شما اونجوریه، ولی تو کشور ما اگر باشه، اگه 1 سال استاد دانشگاه باشه که دیگه او اصلا چه قیافه میگیریم. بعد الان این وقتی بازنشستگیشه، 20 سال میگه ما تدریس کردیم دانشگاه، الان دیگه خود ما بازنشسته کردم دیگه، جهانگردی میکنم. یعنی وقتایی که دیگه معمولیش اینجوریه که ما خب اینا در حقیقت هم تا حالش کیف کرده، لذت برده هم. خب حالا بعد از ایش هم که خب کشورها رو میگرده برای خودش و اینجوریه. خب که تو فکرشو بکن که شوهر ازی میدونی الان چیکاره؟ شوهرش تو شرکت سامسونگه. شرکت سامسونگ خب اینا کره‌ای هستش، یعنی سامسونگ، حالا چی تلویزیون سامسونگ، هر چیزی که سامسونگ میزنه خب کره میزنه. خلاصه ما این طور مواردا رو هر روز میبینم. یعنی ما یه چند مدت قبل یک زن و شوهری ژاپنی بود، من گفتم شما تازه ازدواج کردین؟ گفت نه ما الان 2 تا دخترم الان دانشگاه درس میخوانه، ما تازه ازدواج نکردیم. خب خیلی اصلا اینجوریه که ما میگیم که پس رسالت ما، یعنی رسالت تک تک ما اینه که حالا ما سب که یکی دیگه این از او که غم انگیزتر بگم. خب که من وقتی که گفتم که به نظرت سن من چنده الان، گفت که شما همسن بابام هستین، یعنی 80 باشی احتمالا. بعد خب من گفتم من الان خب از شما که کمترم، شما الان 55 هستین، من 50 هستم. ببین ما از بس که نسل سوخته ایم، نسل جنگ و بدبختی ها بودیم، اینقدر یعنی فرسوده، یعنی اینقدر افسردگی در چهره ما، چین و چروک هایی که در چهره ما، در داغونی که از ظاهر ما، چهره ما شناخته دیده میشه، تابلو هست ظاهر شده. اینجوری باز میگیم چرا جامعه ما انقدر زود پیری زودرسه، چقدر زود جامعه ما یعنی میانگین مرگ و میر مثلا 40 سال 50 سال 60 اگر بشه که دیگه این هر روز منتظر مردن دیگه.
فکرشو بکن چی جامعه داریم، در چی کشورهای ما زندگی میکنیم. این با افسوس خوردن که کار حل نمیشه. خب این راه حلش اینه که ما تک تک ما از خود ما باید شروع کنیم. یعنی برای رشد ما باید روی خود ما کار کنیم. هر کسی یعنی برای رشد و ترقی، برای پیشرفتی کشور، جامعه از خودش باید شروع کنه واقعا. یعنی این هر کسی باید این کار بکنه که تا از این مشکلات، از بدبختی در بیاییم. و اگر این طور نباشه خب کشورهای ما همینجوری تا حالا بوده، همینجوری بدبختیاش ادامه داره و تنها راهش اینه که ما تک تک ما از خود ما شروع کنیم. تا کی بیش از این غافل باشیم در غفلت؟ تا کی در اون چپ کوچه ها خود ما رو به ندانی نفهمی بزنیم؟ چرا ما انقدر عقب باشیم؟ همجوری که ما که بود درست بر شما گفتم که چرا ما در چی شرایطی، در کجا ما به دنیا آمدیم که چی توقعی از خود ما داریم با او فرهنگ ضعیف، یا با او ضعیفی از لحاظ فرهنگی، اقتصادی یا از هر لحاظ. خب ما چی توقعی از خود ما داشته باشیم که الان ما بگیم که ما بتونیم روان صحبت کنیم، ما بتونیم خیلی در همه چیز خوب باشیم؟ نه، هیچ توقعی اینطوری از خود ما نداشته باشیم. ما باید کار کنیم، تمرین کنیم، هدف داشته باشیم، ولی خب به سمت هدف ما باید روان باشیم. خیلی این مهم استش که اگر ما بتونیم که روی خود ما کار کنیم، همجوری که خودت هم گفتی، به توجه نکنیم به حرف مردم. دیگه زمانی حرف مردم که این عکس ما اونجا مردم ببینه بخنده، یا ویدیوی ما رو ببینه بخنده، یا حرف بزنه در مورد ما قضاوت کنه، اینا رو ول کنیم. ما اگر این کارا رو هنوز هم دنبال این چیزا باشیم که دیگه هیچ چی دیگه، بعد 100 سال دیگه بازم عقب باید باشیم. الان دنیایی که یک شبه روی 100 ساله رو میرم، ما اندر خم یک کوچه باشیم دیگه. به هر حال ما باید همجوری که خودم گفتیم ما برای خود ما زندگی کنیم. ما از این دنیای مجازی و اینا استفاده کنیم. این اینترنت و بسیار اینا منفعت داره، بسیار مردم ها سریعتر میتونه پیشرفت کنه. اما یک سری کس ها دیگه او زمان ها گذشت که این عکسش، این فیسبوکش، این فلانش دیگه. اگر حق باز منوزم کسی اگر حرف بزنه که خیلی باید آدم با اونا تأسف بخوره به حال اونا. و دیگه همجوری دیگه ما نباید خود ما رو محدود کنیم. واقعا ما در همین پیج ویدیو درست کو از خودت، از چی صدا، چی تصویری، چی هر چیزی که برای رشد پیج خوب باشه. هدف پیج برای ترقیه، برای پیشرفت، برای این که اولا ما تک تک ما روی خود ما کار کنیم. همه مردم، همه جامعه دیگه بسه در اون خفقان زندگی کردن، در بدبختی، در قضاوت کردن، در حسادت، بخیلی، یا یک چیزا گذشت، تمام شد رفت. ما دیگه یه عصر آگاهیه، عصر هستش که مردم در حال رشد ترقی هستش. ماها در چه کشوری، در چه دردآغونی زندگی میکردیم. خب پس ما خیلی نمیشه توقعی از خود ما داشته باشیم، ولی تمرین میکنیم، کار میکنیم. همه باید اینجوری باشه. ما یعنی واقعا خود ما هر کس اگر
روی خودش کار کنه، خود با خود دور و برش هم بهتر میشه، رشد میکنه. این کشورهای مثل ژاپن یا کره یا هر کشورهایی که پیشرفت کرده همین جوری دیگه از خودش کار شروع کرده. اگر این کار ما نکنیم تا کی بازم همین جوری ببینیم و بشنویم و یک روز از جنگ بشنویم، یک روز بدبختی های دیگه بشنویم. از این چیزا زیاد شنیدیم، از این چیزا زیاد دیدیم. حتی در فضای مجازی به جایی که دنبال چرت و پرت مردم باشن، یعنی هزاران تا ویدیوهای چرت و پرت هم هستش، ولی خود آدم خودش هول بده به اون سمتی که میخواد رشد کنه. یعنی پیشرفت آدم اونجا هست، رشد آدم. یعنی اول توسعه خود آدم خیلی ضرورتر است. یعنی خود آدم باید روی خودش کار کنه، حالا از هر چیزی. یعنی مثلا در کل آدم بخواد پیشرفت کنه، یکی یعنی این توسعه فردی برای همه ضروره، تمام مردم که خودش رشد بده، ظرفیتش بالا ببره، یعنی اعتماد به نفسش خوب کنه، عزت نفسش، خودش دوست داشته باشه. و این توسعه فردی برای همه لازمه. اما خب یک توسعه دیگه هم هستش که در مورد خودی شغلش توسعه بده. مثلا هر شغلی که انتخاب کرده، خب اون رشد بده، کتاب میخونه یا مثلا تحقیقات میکنه یا اون مهارت کسب کنه. الان سواد زمانایی که مردم قبلا یک مدرسه میرفتن، مکتبی میرفتن، یک سواد یاد میگرفتن، دیگه اون عصری امروز دیگه اون سواد حساب نمیشه. سواد الان کسی که زبان انگلیسی بلده اون سواده، کسی که کامپیوتر بلده سواده، کسی که میتونه از دنیای مجازی خوب استفاده کنه، میتونه خودش میلیاردر کنه، این سواده. دیگه مثلا کسی که یک مهارت خوب حرفه‌ای بلده، این سواده. دیگه سوادایی که قبلا او سوادا گذشت، تموم شد. سوادای خواندن نوشتن و این چیزا نیستش. سواد الان تکنولوژی عصر امروزی رو بلد نباشه اصلا سواد نیست اصلا. دیگه همین، واقعا آدم باید رشد کنه، باید ترقی کنه، باید. خب این حرفا رو گفتم به خاطر یعنی به این نتیجه رسیدم که ما خیلی کار داریم. یعنی تک تک ماها فهمیدیم که اینقدر متاسفانه در داغون مشکلات هایی که بوده یا هر چیزی که باعث شده که ماها عقب موندیم، کشور ماها در داغون شدن. یعنی به خاطر چی؟ به خاطر ناگاهیه، به خاطر غفلت ها، به خاطر اصلا کس حتی مهم نیست براش که بررسی کنه، تحقیق کنه که چرا ماها اینقدر عقب بودیم، به سر کله هم دیگه زدیم، جنگ ها کردیم، کشور در داغون کردیم. خدایا شکرت، خدایا ما باید بهترین راه اینه که سر عقل بیم، بفهمیم که چرا ما تا کی تا 100 سال دیگه، تا 200 سال دیگه مردم کشورها در حال پیشرفته، در حالی که روی خودش کار میکنه، روی سلامتیش کار میکنه، کشورش رشد میده، خودش رشد میده، جامعهش از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و مسائل سیاسی، هر چیز. ولی تو کشورهای ما هنوز اصلا دنبال چیزا نیست. آخه دنبال چی هست اونش نمیدونه کس. همش یک زندگی نیست، اصلا زندگی نمیکنه، بدبختی میکنه، فقر، دنبال که عقب گرده. خب پس ما میگیم چرا ما پیشرفت نمیکنیم؟
آخه چرا ما مثل دیگه کشورها رشد نمی کنیم؟ خب خنده آوره دیگه واقعا. چطوری تو پیشرفت کنی؟ چطوری تو رشد کنی؟ تو وقتی که در جا میزنی، خب وقتی که تو به سر کله هم دیگه میزنین، مسائل های تبعیضی، اختلاف ها، تو بعدی این بعد این قضاوت ها، این اختلاف ها، قومیت و هزاران تا مشکلات های دیگه، چرا دنبال این چیزا هستی؟ باید به فکر روش باش. چرا ما آخر اینقدر هیچ سن و سال نکرده پیر میشیم، منتظر مردن؟ چرا هیچ زندگی نکرده همینجوری پیر شیم؟ هیچ زندگی نکرده چرا آخر ما اینطوری باشیم؟ چرا ما همچون نسلی باشیم؟ چرا ما خب مثل دیگرها حق زندگی کردن نداشته باشیم؟ ها خود ما نمیخوایم؟ چرا نمیخوایم ما؟